بدانید و آگاه باشید که خب سلام به همه رفیقای شیخ، چطور مطورید؟ امیدوارم که حالتون خوب باشه. خوش اومدید. بریم زود برگردیم که منتظرم مشتاقانه ببینم چی فرستادید. بریم بیایم. بریم سراغ اولین پیوی. به دوست عزیزی 4 تا فیلم واسمون فرستاده. احسن، این درسته، این خوب. تعداد بفرستید که تو یه پیوی یه قسمت در بیاریم. آخه بیشو بزنیم دانلود شه، خودمونم آماده شیم. بسم الله. آخه بیشو خب دانلود شد، بریم ببینیم. Your girlfriend think you're a fucking worthless loser. Good. I want you to deal with your problems by becoming rich. دیکاپریو رو مشاهده کردید. هیچی، داره میگه که پولدار شو که به دوست دخترت ثابت کنی که تو بی‌لیاقت نیستی. پفکی ترین دلیل پولدار شدن در کل تاریخ کل بشریت. طرف بره یه عمری زحمت بکشه، سختی بکشه، نفله بشه که چی؟ که این وسط یه دختری هست که این پولدار شدن بد نیست، خیلی خوبه، خیلی هم واجبه، ولی دلیل آخه حال اومدی وسط روند پولدار شدن شما دختره مرد دیگه کنسله دیگه، مثلا میگه خب مرد دیگه، من دیگه چیکار؟ دلیلی واسه پولدار شدن ندارم دیگه، مرد طرف، ولش کن. نه نیستمش، دلیلشو نیستم، ولی خب چیز بدی نیست. با دختری برید که باهاتون بیاد زیر یه سقف با همون جیب خالی و با همون نداریتون. آره چیز بعدی که فرستاده عکسه. من قرار بود فیلم بفرستی شیاطین، قرار بود فیلم بفرستی، عکسه. که بعدیش چیه؟ بعدیش هم که عکسه، بعدیش هم که عکس. هزار بار گفته عکس بذاره میام نه نذار. هزار بار گفته عکس بذاره میام نه نذار. میلیون بار گفته عکس بذاره میام نه نذار. بابا گفتیم 4 تا فیلم فرستادید، یه فیلم و 3 عکس. نمیدونم آخه الان اینجا وید ریاکت قرار نبود پیک ریاکت کنیم. ولی اشکال نداره، حالا چون زحمت کشیدی فرستادی عکس‌ها رو میبینم. عکس اولو با هم ببینیم. یه چیزی اون طرف داره میسوزه، بمبی چیزی فکر کنم خورده، نمیدونم. یه نفرم اینور نشسته کفششو در آورده داره نماز میخونه. نظر خاصی ندارم. ممنون. ان شاءالله فقط میتونم بگم قبول باشه برادر، خدا قبول کنه ان شاءالله. تو اون وضعیت و تو اون گرما و تو اون حرارت وسط اون چیز شما داری نماز میخونید، قبول باشه. خب بریم عکس بعدی. یه عده دارن پرچم اسرائیل و آتیش میزنن. ای شیطونا، پس میخواین نظر منو راجع به این داستانا بدونین ها، منو به چالش بکشین. باشه، عجب شیطونایی محمد، میبینی؟ آره اونم خب ببینید بچه‌ها بذارین اول یه نکته‌ای بهتون بگم. اینا یه کتابی دارن، یه کتاب فقهی دارن، بهش میگن تلمود. اونجا نظر علما و آخوندا و ایناشونو از قدیم الایام تا الان نوشتن در مورد مسائل مختلف. یه بخشی از اون کتاب نظر علمای اینا در مورد بقیه آدماست، یعنی یه عدهشون نشستن با هم بحث کردن که بقیه آدمای دنیا چیان، یعنی جنسشون چیه، آدمن، حیوانن، چیان، یعنی ما غیر یهودی و مسلمونا، مسیحی یا کلا همه اینا چیان. اونجا نوشته که یه عده کمی از علماشون میگن نه اونا آقا مثل ما انسانن، مثل ما، چه فرقی داره. اما اکثرشون میگن که این غیر یهودیا آدم نیستن، یعنی بچه های آدم و حوا نیستن. بچه های آدم و حوا ما بنی اسرائیلیا و ما یهودیاییم. اینا همونی که داروین میگه، میمون با ننشون میمون بودن، تکامل پیدا کردن، الان اینن. واقعا نظر فقهیشون اینه و برای همینه که مثلا شما میبینید به راحتی میره خونه طرف و ازش میگیره، خب ناراحتی هم نداره، چون اصلا یه کسی که تو این خونه است حیوانه دیگه. چون من یه گوسفندو از طویلش بیرون کنم، چه بلا نسبت یه مسلمونو از خونه‌اش، هیچ فرقی نداره. و حالا همه اینا رو گفتم که چی بگم. ببینید بچه‌ها، این پرچم تمام تار و پودش با این تفکر بافته شده و نظرم در مورد این تصویر اینه که دمشون گرم. منم اینجا اگه داشتم میسوزوندم این تفکر کثیفی که منو هیچی حساب نمیکنم، دمشون گرم. و همین نظر نهایی من اینه در مورد این تصویر. منه به چالش میکشی؟ دیدی نظرمو گفتم. فکر کردم مثلا من میخوام بگم که نه این مثلا یه چیزایی بفرستین که 2 ثانیه نظر بگیم بریم. این چیزا خب من 3 ساعت چی بگم آخه؟ نکنید بابا، این کار با ما نکنید. عکس بعدی. به
این حرکت زیبا و ریز سوزنی و شیخ پسند این داداش گلمون دنیایی رو شاد کرد. حالا اصلا نمیدونم هنوز فوتبالیست هست یا نه، تعلیقش کردن نکردن نمیدونم، ولی خب حرکتش موند. اینم دمش گرم. نظر من در مورد اینم اینه که اینم دمش گرم و خدا لعنت کنه اونایی که رنگین کمون مخلوق زیبای خدا رو اومدن گذاشتن نماد یکی از کثیف‌ترین کارهایی که بشر میتونه انجامش بده و این قدم اینو الان 10 ها سال تبلیغ کردن، جوری که الان شما دیگه استیکر رنگین کمون جرئت نمیکنه جایی بفرستی، چون همه ربطش شدن به قضیه اینا. یعنی یه نعمت به این قشنگی خدا رو اومدن مال خودشون کردن، به اسم خودشون زدن و من و تو دیگه حق نداریم ازش استفاده کنیم. چرا؟ چون اگه استفاده کنیم دنیا میگه خب تو هم والله وارگه. ولی زرشک بدانید و آگاه باشید که اینجوری نمیمونه. ما باز رنگین کمون رو از شما پس میگیریم و نمیذاریم مخلوقات قشنگ خدا رو به گند بکشید و به اسم خودتون بزنید. بله اولش خوشحال شدم، فکر کردم 4 تا فیلم فرستاده، ولی خب اشکال نداره. به هر حال ممنون که به ما اهمیت دادید، مطلب فرستادین، دمتون گرم و حس میکنم واسه این قسمت همین مقدار کافی باشه. بچه‌ها بریم تا هفته آینده شما رو به خدای بزرگ میسپرم. مواظب خودتون باشید. خدا یار و نگهدارشون. شیطون شدن بچه‌ها.